بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همراهان عزیز کانال مولتیفال. من فریبا هستم با یک فال حافظ بسیار جذاب و پر انرژی در خدمت شما دوستان عزیز. اگر به فال حافظ و طالبینی های روزانه علاقه‌مند هستی، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا فال های جذابمون رو از دست ندید. به نیت گشایش در تمام امور زندگیمون کد 786 که ابجد بسم الله الرحمن الرحیم هست بنویسید و تکرار کنید. من خودم وقتی یه مشکلی که فکرمو درگیر میکنه به اندازه 786 بار ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو میگم. واقعا دوستان گشایش در کار ایجاد میکنه و این کد بی‌نظیره. خب عزیزان دلم، نیت کنید هر نیتی که دارید، کاری، مالی، احساسی یا سلامتی، حافظ رو به شاخ نباتش قسم میدیم که بهترین جواب رو به ما بگند. برای هم انرژی شدن با من و بهترین جواب گرفتن از حافظ بزرگوار حتما لایک کنید. و عزیزان من چند ثانیه سکوت میکنم و شما تمرکز کنید و نیت کنید. خب حافظ رو به شاخ نباتش قسم میدیم در رابطه با نیت شما. انشالله اون چیزی که براتون خوب هست اتفاق بیفته. خب دوستان عزیزم، غزل 290 هستش که براتون میخونم. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آید پیش. چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافرکیش. خیال حوصله بحر می پزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. بنازم آن موجه شوخ عافیت کش را، که موج می زندش آب نوش بر سر نیش. ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. بدان که من نرسد دست هر گدا حافظ، خزانی به کف آور ز گنج قارون بیش. خب دوستان عزیز، برسیم به تفسیر فال حافظ شما که غزل 290 هستش که اینجا میگه دلم رمیده شده و غافلم من درویش. یعنی انگار که من به دیگران اعتماد کردم، به اون شخص مورد نظر اعتماد کردم و دل شکسته شدم. غافل شدم برای چی؟ برای اینکه شخص دیگه وارد زندگیم شد مثل یک رقیب. و خب عزیزان میخواید یک تصمیمی بگیرید که براتون خیلی سخته، سر دوراهی موندید و حتی از انجام دادنش هم ناامید شدید. میخواید یک حرکتی انجام بدید که نمیدونید از کجا شروع بکنید. آیا به نفع شما هستش یا میتونه برای شما یک تجربه خوبی باشه؟ باید این راه رو برید و حرکت بکنید تا یک تجربه خوبی رو به دست بیارید و خداوندم حتما کمکتون میکنه. اگر قصد دارید قدمی برای یک راه عشقی بردارید و اطمینان کامل ندارید و از عاقبت این کار ترس دارید، یک زمان محدودی برای شما هست. انگار یک تایم رو دارید که باید انجام بدید، فرصت رو نباید از دست بدید و این راه برای شما باز هستش تا انشالله که به یک راه امیدوار کننده برسید. در رابطه با برنامه‌های کاریتون باید تلاش زیادی بکنید که به ثمر برسید. اون کارتون به ثمر برسه. اول سعی کنید و به خودتون متکی باشید و تمام جوانب رو در نظر بگیرید. بعد دست به اقدام بزنید و عجله هم نداشته باشید، چون اینجا اگر عجله بکنید حالت اینه که به ناراحتی و ناامیدی کشیده میشه.
اگر به کسی فکر میکنید که از شما دوره و شما رو بیقرار کرده، سعی کنید احساسی حرکت نکنید، احساسی تصمیم نگیرید و با عقل پیش برید و ملاقات مهمی رو من میبینم. یک مسئله پولی هم براتون افتاده که یک پول بزرگی که فکر شما رو درگیر کرده و این پول بزرگ انگار میخواید اقدامی بکنید، حالا به هر صورت میخواید یک پولی رو به دست بیارید، با کلافگی نباید باشید، با تلاش زیاد باید باشه که این پول به دستتون میرسه و دوست دارید که یک حرکتی با این پول انجام بدید که خیلی امیدوار هستید، ولی با صبر و شکیبایی افتاده اینجا. خب یک سفر خوبم در پیش دارید که این سفر برای شما خیلی خوبه، خوشحال کننده هستش و یک تجربه خیلی خوبی برای شما به دستتون میرسه و انگار که حالتهای گریه، ناراحتی و شخصی که انگار شرمنده شما هستش و این شخص یک شخصی است که به شما ضربه زده و باعث ناراحتی شما شده، اون هم از کرده خودش هم پشیمونه. یک تجربه‌ای به دستتون میرسه که خیلی خوشحال میشید، ولی انگار که مثلا این خیلی شما رو شکسته میکنه، مثل شخصی که انگار که با تمام وجودش حرکت میکنه و نسبت به این تجربه‌ای که به دست میاره یه موقعی هستش که میگن که پیر میشه آدم اون تجربه رو به دست میاره. یک تجربه مهمی توی زندگیتون که انگار که با سختی به دست میارید و براتون منفعت داره و موندگار میشه. خب عزیزان دلم، ایشالله که بهترین اتفاقها برای شما بیفته. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فال بعد. خدا نگهدارتون.